شما، اکسیژن، آب، اینها همه در اصل نعمتهای مجانی هستند که الله تعالی در اختیار بشر گذاشت. و این فرمودن آب نازل میکنه تا شهرها و مناطق مرده را زنده میکنه و با وسیله آب حیوانات و انسانها را آب میده و سیراب میکنه. در اینجا پشتر میفهمد ولقد صرفنا بینهم، ما گردانیدیم باران را در بین مردم. باران بیشتر همین تفسیر کردن که باران الله میگردونه. باران هر سال و همه وقت یک جا نمیباره. امسال اینجای بیشتر، سال دیگه جای دیگه بیشتر میبره. و یا این ماه، این هفته، امروز اینجا هست، روز دیگه میبینید تهران میبره. الان همین بارانی که آمده یک سیستمه، ولی دنیای رای باران گرفته. و این باران چقدر این ابرها آب داره، حامل چقدر آبهای دریای از آب با این ابرها همراهی و هر روزی و ساعتی یک جا میباره و همه جا طوفان آب جاری میشه، سیلاب جاری میشه، رودخانه ها جاری میشه. ولقد صرفنا بینهم، الله تعالی میفرماید میگردونی باران در میان مردم. بسیار جا که آدم میگه که فلان جا نباریده، میبینی باران آمد اونجا باریده. این الله تعالی مدیریت میکنه. برنامه دست پروردگاره، کجا این باران بباره. لیذکروا، تا مردم پند بگیرن، واقعا مردم دست بگیرن. همه چیز توی دنیا پند و اندرز و نصیحت و برای تفهیمی و متاسفانه عقلها به سوی دیگر طرف به جای اینکه عقل متوجه الله بشه. و این برنامه بسیار بسیار برنامه جالب و برنامه بسیار زیبای پروردگار که باران هم میگردونه و هر جا میباره. به جای اینکه مردم به ذهنشون به الله بره و به مدیریت و حکمت و تدبیر الله عقلشون بره و به خدا اعتقاد پیدا بکنه و شکر خدا را ادا بکنه، مردم ذهنشون به الله کمتر میره. فابى اکثر الناس الا کفورا، انکار کردن اکثر مردم مگر کفر را، ناشکری. کفر ناشکریه. به جای شکر و نماز و شکر ادا بکنن و الله را یاد کنن، الله را ذکر کنن، الله را بندگی کنن، با خدا رابطه برقرار کنن که تو بلد منطقه خشک مرا آب دادی و سیراب کردی مرا از آب و حیوانات من را، منطقه مرا آب دادی. به جای شکر مردم ناشکری میکنن، بلکه بعضی برعکس این نعمت ها بعضی را گمراه‌تر میکنن و از الله مستغنی تر میشن و احساس استغنا میکنند که بی نیازی به الله. و لہذا الله فابى اکثر الناس الا کفورا، نعمت یا شکر میاره و یا نعمت ناشکری میاره. نعمت هم آدم امتحانی برای انسان و از الله تعالی سبب میشه نعمت انسان از خدا غافل میشه و اگر بیداری باشه شکر خدا را ادا میکنه. اکثر تفسیر همینه، ولی ذهن اینطور می آید که آیا با آیه بعد اگر ارتباط داشته باشه
کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اللہ می فرمایند کہ ما قرآن و آیات من را در بیان مردم به صورتهای مختلف ما این آیه ها را می گردانیم در بیان مردم. دلائل مختلف اینجا اللہ تعالی خیلی چیزها را مطرح کردن. سایه ها را مطرح کرد که نعمت پروردگار را، خورشید مطرح کرد و شب مطرح کرد که برای استراحت ستر و خواب مطرح کرد، روز مطرح کرد، هوا و باران مطرح کرد. و الله میگه که ما به گونه های مختلف و به شیوه های مختلف آیه های منم میگردونیم در بین شما و بیان میداریم نعمت ها را. قرآن به صورت شیوه های مختلف، همونطور که باران به شیوه مختلف ہے، اللہ آیه ها را هم به صورت شیوه مختلف بیان میکنه تا مردم پند بگیرن از قرآن و درس بگیرند و این نعمت ها را که ببینن شکر ادا بکنن. اما اکثر مردم ناشکری را اختیار کردن، قرآن توجه نکردن و قرآن ما این شیوه های مختلف که آیه ها را بیان میکنه تا این تفهیم بشن، تا این بفهمن، عقل کنن. متاسفانه مردم عقل نمی کنند و ناشکری را اختیار کنند. تفسیر جواهر القرآن همین مطلب بیان کرده و بیشتر مطالب دیگری ای هم خیلی ربط پیدا می کند با آیه بعد و با همین آیاتی که اینجا ذکر میشه و او تفسیر اول هم بیشتر همون ذکر می کنند و لحاظا او تفسیر هم جای خود هر دو میتونه درست باشه. و ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا. اللہ می فرماید اگر ما میخواستیم می فرستادیم در هر قریه و شهر و منطقه نذیر می فرستادیم. بیان حضرت می فرماید ما میگی و آیه با این ربط داری روی همی آیه که اللہ می فرماید کہ اگر ما میخواستیم برای هر منطقه یک پیغمبر بفرستیم، شام پیغمبری داشته باشه و اروپا پیغمبر و امریکا پیغمبر، آسیا پیغمبر، هر منطقه پیغمبر تا کار بر سر شما آسان بشه و پیغمبران ترسانندگان داعیان الله زیاد باشه. ولی اللہ بھی فرماید کہ ما این کار نکردیم و نبوت را بر سر شما ختم کردیم، خاتمه دادیم و شما را برای تمام دنیا تا قیامت پیغمبر قرار دادیم. دیگه بعد از آن حضرت دیگه پیغمبر نمی آید و برای همه جهانیان پیغمبر رحمت للعالمین. در صورتی که در گذشته برای مقاطع مختلف پیامبر آمده، برای مناطق مختلف پیامبر آمده و الان الله همه را ختم کرده بر خاتم النبی و لہذا مسئولیت آن حضرت سنگین شد و رسالت آن حضرت برای همه جهانیان عام شد و دروازه نبوت بسته شد و این شریعت اسلام تا قیامت شریعت مسئولیت آن حضرت و امت مسلمه و مسلمانان مسئولیتشون بسیار سنگین میشه که بالاخره همه دنیا را باید بیدار کنن و همه دنیا را باید بترسن از عذاب خدا و همه دنیا را ملت مسلمان، علماء اسلام، متدینین مسلمانان که باید ملت را بیدار کنن و آگاه کنن و بسوی قرآن و دین دعوت بدن. فلا تطع الکافرین. لہذا اللہ می فرمان این کارا نکردن که به هر منطقه پیامبری میفرستم، نبوت شما را، رسالت شما را هم عام کردن
همانطور که در قرآن جای دیگه می فرماید و ما ارسلناک الا کافة للناس، و می برای همه جهانیان آن حضرت صلی الله علیه وسلم الله برای همه امور مردم مبعوث داشته و تا قیامت احادیث و آیات در این باره فراوان. لہذا می فرمائیں فلا تطع الکافرین، ای رسول صلی اللہ علیہ وسلم شما کفار اطاعت نکنید، از کافران فرمان نبرید و به خواهش کافران نرید، و چرا که نقصان داره. معلوم میشه که بزرگترین نقصان و بزرگترین مشکل برای ملت مسلمان، برای حضرت رسول، برای پیروان دین اسلام اطاعت از کفار، چرا که اطاعت از کفار اطاعت میکنه از هواهای نفسانی، و جای دیگر الله می فرماید که شما اتباع نفسی اینها را نکنید و دنبال روی تمناهای اینها نباشید. شما مسیر قرآن، مسیر شریعت، مسیر دین، مسیر حق. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. اللہ میگه از خدا بترس ای پیامبر، منافقین و کفار اطاعت نه. اینجا می فرماید شما کافرین اطاعت نکن و جاهدهم به جهادا کبیرا، و مجاهده کن با این کفار بهی به قرآن راجعه، با این قرآن یعنی به دلائل قرآنی، به استناد آیات قرآنی و این آیات قرآن مجاهده بکن، جهاد بزرگ. لہذا قرآن بزرگترین کتاب و دلائلش بالاترین و بهترین دلیل. شما با این وسیله قرآن و ذریعه قرآن در بخش اعتقاد، در بخش عمل کرد و احکام، در بخش اخلاق و زمینهای مختلفه که قرآن عظیم و شان بحث میکنه، شما به وسیله قرآن با کفار جهاد. لہذا قاطعیت، حق و حقیقت را واضح کن و دلائل حق کا بیان کن. و لہذا این قرآن ذریعه مجاهده، ذریعه قربانی، ذریعه و روشنی برای دنیا و بالاترین مستمسک و دلیل شریعت اسلام قرآن عظیم و شان. الله میگه شما با این توی دنیا مجاهده کنید، مهنت کنید و قربانی بدید، و لہذا حجت اللہ نازل کرده و شما به اعتبار دلیل بر همه دنیا فیروزید و غالبی. دنیا رو روشن کنید، دنیا رو بیدار کنید به وسیله قرآن، درس قرآن، تلاوت قرآن و تعلیم قرآن عام بکنید و تاریکی های دنیا را بر روشنی کتاب الله برطرف و بالاترین مستمسک و ذریعه کتاب مقدس این وحی الهی ہے و این کلام رب العالمین ایک معجزه و بلیغ ہے. وهو الذي مرج البحرين. لہذا این خطاب بیان حضرت و به همه ما همینه که ما برای اگر میخوایم هدایت بیاید، هدایت به وسیله قرآن میاید، هدایت به وسیله سیره حضرت رسول که تفسیر قرآن، احادیث مبارکه عن حضرت که تشریح قرآن، هدایت به وسیله اینها میاید. این دو تا منبع بزرگ و محور عظیم قرآن عظیم و شان و سنت عن حضرت.
چیزی که حضرت فرمودم من از دنیا میروم و این دو چیز را ترک میکنم، شما گمراه نمیشید تا این دو را شما محکم و مضبوط. لحظه اگر ما میخواید دنیا هدایت بشه، کتاب هدایت، قرآن هدایت نامه، این کتاب باید تعلیم این نشر کنه، باید تبلیغ و درس این نشر کنه، بیان قرآن باید زیاد باشه، عمل به قرآن باشه و این الله جهاد کبیر میگه. لحظه کسی که قرآن تعلیم میده، کسی که قرآن بیان میکنه، کسی قرآن آموزش میده و کسی که هر نوع مجاهد و جهاد به وسیله قرآن هر جهاد بکنه، جهاد فرهنگی، جهاد تعلیم، آنجایی که نیاز جهاد با سیف، همه اینها این آیه اونها را شامل. وهو الذی مرج البحرین، و الله او ذاتی که گذاشته و ویل کرده از دو تا دریا را. این دلائل عظمت الهی، دلائل قدرت اونجا شب و روز و باران ذکر شد، در وسط قرآن آمد. این باران معنویه یا بارانه، ولی باران معنویه، باران هدایته. و باران ظاهری گل و لاله و سرسبزی و بهار میاره، این بهار معنوی ایمان، اخلاق، عمل صالح میاره. مجدد برگشتن الله تعالی به اون نعمت دیگر که نعمت دریا است. الله قرار داده دو تا دریا را، هذا عذب مرج به معنی ویل کردن و رها کردن، گذاشتن و قرار دادن دو تا دریا را. و مرج اینه میگه که حیوانا انسان توی مرتب ویل کنه که بچره. این دو تا دریا هذا عذب فرات، یک دریای عذب شیرین، فرات همان گوارایی که کسی به نوشی آبا گوارایی به خوبی از حلق فرو میره. و هذا یک دریا شیرین نوشی و گوارای نوشیدنی و یک دریای دیگر مل نمک اجاج و من تلخ، نمک شور هست یعنی و تلخ، شوری که زیاد باشه تلخ میشه چیز. لہذا این شور و تلخ این دو تا دریا و جعل بینهما برزخ، قرار داده در میان اینها برزخ یعنی پرده قرار داده است. و حجر المهجورا، و اللہ تعالی یہ منع قرار داده که منع خیلی محجور یعنی مستحکم و مضبوط. یہ منع قرار داده که دریای شور و شیرین کنار هم با هم مخلوط نمیشن. و این از عجایبات قدرت الله آب شیرین و دیگر آب شور و دریا. دریا تقریبا بخش اعظم زمین دریا ہے، خشکی در مقابل دریا خیلی کم ہے. و تمام این دریا و آب این زمین محاصره کرده و در احاطه این ابرها همین دریاها بلند میشن. و چقدر از آب این دریا، آب دریایی که میاد حمل میکنند، به صورت بخار بلند میشن، به صورت توده های ابر تشکیل میشن و دنیای را آباد باران هست و سیلی. و این همین آب شوره و تلخی که الله اینو شیرین میکنه، تصفیه میکنه و سر ما میبرده. از عجایبات قدرت پروردگار دریای شور تلخ و دریای شیرین که کنار هم میدن. بسیار یه جاهای رودخانه های بزرگ که به دریاها میریزن، تا کیلومترها و تا فرسخها این دو تا دریا کنار هم. یک دریا سفیده، یک دریا
سبز و سیاه و اینها با آب مخلوط نشه. خیلی دنیا تو این دنیای وسیع خیلی جا هست که این آب شیرین که میاد به دریا میریزه، بعض جا آب شیرین بالای و آب دریا پایین و بعض جا نه کنار هم و کشتی در هر دو تردد میکنه و شور و شیرین با هم همراه نمیشه. وقتی موج از دریای شور میآید مجدد این موج بر میگرده و توی آب شیرین هیچی مخلوط نمیشه، قطره هم مخلوط نمیشه. و این حیران کننده. وقتی که این دریاها جد و مزر میکنه، بالا میآید، آب پایین میآید، بعد این شور و شیرین با هم ترازن، یکی بالاتر نیست، هم ترازن و با هم همراه نمیشه. اینجا بنوشید های 1 متر این ورتر شیرینه، 1 متر 50 ساعت 20 ساعت موار شوره و اینا با مخلوط میشه. خیلی ها توی دنیا بسیاری نظیر و مثال بیان کردن که رودخانه های شیرین که میریزن بالاخره یه آب شیرینی تشکیل میشه و دریا که خودش شد و اینها کنار هم قدرت الله تعالی و پرده الله میگه در میان اینها پرده که با چشم دیده نمیشه، این پرده قدرت الله تعالی است، خیلی مضبوطه، خیلی محکمه. این پرده را هیچ آب شور و شیرین نمیتونن پاره کنن، به هم مخلوق میشه. و این قدرت الله تعالی است. الله این دریاها را شور کرده. چقدر حکمت در این شوریه. اگر دریا شیرین بوده این آب اما فاسد میشد، بوه میگیره. حیوانات که تویش نمیتون زندگی بکنه، حیوانات میمردن و بوه میگرفتن. ولی آب شور هر چی که اونجا حیوانات بمیره نمک میکنه. حیوانات بیرونی که توی دریا میریزن میمیرن همه نمک میشه. هر چی توی دریا بره تبدیل به نمک میشه، خراب نمیشه. میری پایین دریا خاک میشه ولی خراب نمیشه، بو نمیگیره. و الله تعالی به حکمتش دریا را، دریای شیرین هم الله تعالی که گذاشته روانی معمولا گذاشته، این هم روی حکمتی گذاشته. و این دریای مختصری دریا به رودخانه ها که می آید، چشمه ها که می آید توی دریا می ریزد و دریا به هر حال شوری هم بسیار جای آب مردمان زمین آب شیرین بر می دارن، خودشون حیواناتشون، چشمه ها، رودخانه های شیرین. وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء. آخری آیاته که همه عجایب قدرت و نمایش قدرت پروردگاره، به وحدانیت الله، به عظمت الله، به نعمت الله، بزرگی خدا دلالت میکنه. عقل باشه که روی اینا فکر کنه. وهو الذي خلق من الماء بشرا. الله از پیدا کرده از آب انسان را، از آب انسان پیدا کرده. دو تا معنی میتونه داشته باشه که الله میفرماید وجعلنا من الماء كل شيء حي. تمام زنده ها از آب و لہذا در زندگی انسان یک چیز خیلی مهم آب. انسان هم مثل بقیه زنده از آب به وجود آمده و آب در زندگی لازمه زندگی اوست و یک معنی از آب پیدا کرده به معنی این که همه زنده از آب پیدا کرده. یک معنی دیگر شو آنه که نه، مراد اینجا اون نطفه یک قطره آب که الله تعالی از اون انسان به وجود میآورد. چنانچه قرآن عظیم و شان جای دیگر ما می ذکر که ما از آب مهین پیدا کرده و انسان.
آبی که قدر نداره، منزلت نداره و از بدن که بیرون بیاید باید دوش گرفت و تمام بدن شست، به لباس بیفته، باید شسته بشه. و لحظه انسان را ببینید از چه چیزی الله میگه من خلق کردم و بعد از کجا انسان به کجا رسید. از یک قطره آب شده انسان شنوا، بینا، زیبا، گویا، توانا، انسان مبتکر، انسان مخترع، پروفسور شده، استاد دانشگاه، استاد حوزه، کارشناس، خبره، چه دانش به انسان داده. این همه نتیجه یک قطره آب حرمت داده، عزت داده و این انسان چه اندازه معززی. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر والبحر فجعله انسان قرار داده برای انسان نسب. نسب قرار داده. میپرسه شما از کدوم فامیلی؟ من فلان فامیل. نسب یعنی انسان مشخصه، ابو، اما، خال، خاله، پدر، برادر، خواهر، مادر، نسب. و این نسب چه نعمت عظیم و بزرگ و چقدر مردم انس میگیرن با نسب و نسب حامی انسان نعمت پروردگاره و سحر و برای انسان رشته دامادی قرار داد، رشته قرابت و رشته دامادی و وصلت. وصلت که صورت میگیره چقدر مردم با دامادشون محبت میکنه، داماد با قوم خانومش چه اندازه محبت میکنه. بعد خانم اگر از هر فامیل میشه عروس این فامیل و پسر میشه داماد اون قوم و این دو تا خانواده نزدیک میشن، دورن نزدیک میشن، نزدیک بودن نزدیکتر میشه. لحظه این دو تا رشته را نسب، رشته نسب و کان ربک قدیر. والله پروردگار هست، بر هر چیز قدرت مقتدر و تواناست و توانمند. و لحظه این همه آیاتی که الله می فرماید ولقد صرفنا بینهم لیذکروا، این آیات ما می گردونیم به گونه های مختلف تا مردم پروردگار را بفهمند، مردم قانع بشن. این آیات الله میگه و جاهدهم به جهادا کبیرا. با این آیات شما مایه بیداری ملت ها باش، بیداری قوم باش، بیداری جهانیان باش. قرآن دلائل از چه اندازه قوی، استدلال قرآن چه اندازه بالا. این آیات برای هر انسانی که یک ذره عقل داره تلاوت کنه به خود می آید و فکر میکنه. الله میگه این همه نعمت ها از من. آقا می نازه که آقا کارشناس، خبره، فلان علم داره، فلان دانش داره. بابا دانش تو، دانش همه جهانیان در مقابل دانش الله به اندازه یک قطره از آب دریا بیشتر نیست. از تخذ امین فرموده موسی علم شما و علم من در مقابل علم الله یک قطره که کنجش بر میداره، کنجش نشست بر کنار کشتی و یک قطره آب برداشت. و دانش من و شما همینه و دانش الله دریای بیقراره، اقیانوسی که آخر نداره. روی این هست که شناخت الله و معرفت پروردگار در واقع با کتاب الله حاصل میشه. قرآن عظیم الشان و این کتاب باید به جهانیان برسه و همه باید تلاش کنند، همه برنامه ریزی بکنند با قدرت و قوت کتاب قرآن عظیم الشان نشر بشه و
نشر قرآن، نشر هدایت، یعنی نشر دین و این رحمت پروردگار. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. پروردگار فهم صحیح و درک صحیح قرآن به ما نصیب بفرما. ما از اونهایی بگردان که قرآن میخوانند و تذکر و پند حاصل میکنند. اله العالمین، ما از اونهایی بگردان که قرآن خدمت میکنند و قرآن نشر میکنند و در راه نشر قرآن مجاهده و قربانی میدهند. مرا توفیق بده با قوت تمام یا رب برنامه ریزی بکنیم برای نشر قرآن، خدمت قرآن نصیب ما بگردان، خدمت دین و غلامی خودت را نصیب ما بگردان. و صلی الله علی سیدنا محمد.